پیش مدیتیشن حلقه 12 کرایون 23 دسامبر 2020 ارائه شده توسط کانال ندای آگاهی. درود عزیزانم، کرایون هستم از خدمات مغناطیسی. من دوست دارم که امروز داستانی برای شما بگویم، یک قصه، یک داستان بامزه باور نکردنی، یک فانتزی برای شما که نتیجه اخلاقی آن یا حداقل عنوان آن برای شما این است: شما آنچه را که نمیدانید نمیدانید. این داستان درباره مفهوم آنچه نمیدانید است. من میخواهم شما را به محفلی ببرم که هرگز واقعا وجود نداشته است و خیالی است. دوباره میگویم فانتزی است. شاید تقریبا یک داستان کودکانه باشد. من میخواهم شما را به بهشت حشرات ببرم، مکانی که وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت. گرچه فقط در این فانتزی مکانی هست که حشرات بعد از مرگ آنجا می روند و دور هم جمع می شوند و لذت می برند. می توانیم فرض کنیم که روی آن صندلی هایشان نشستند و درباره زندگی هایشان حرف می زنند. حالا این گروه به خصوص از حشرات در این بخش از بهشت حشرات همگی از یک پارک یکسان آمدند. بنابراین چیزهای مشترک زیادی دارند، یا حداقل اینطور فکر می‌کنند. این پارک به خصوص که آنان در آن روی زمین زندگی می‌کردند، پارکی در شهر نیویورک بود. این پارک وسط نیویورک بود. پس شما می‌دانید من درباره چه حرف می‌زنم و همه آن حشرات از همان پارک یکسان آمده بودند و در حال بازگویی خاطراتشان از زندگی در آن پارک بودند. آنان به هم می‌گویند خب بیایید درباره زندگی هامون بگیم. و یکی از آنان میگوید خب میدانی ما مطمئن نیستیم که طول عمر ما در مقایسه با دیگر انواع حشرات واقعا کوتاه‌تر بوده یا بلندتر، اما همگی ما تقریبا هم اندازه و به تعداد روزهای یکسان عمر کردیم. اما من همیشه آن پارک را، یعنی سنترال پارک را به یاد میارم. اونجا سردترین جایی بود که من میتونم حتی تصور کنم. من نمیتونم باور کنم که در چنین مکان سردی بودم. خیلی سخت بود که غذا پیدا کنی. اگر تو یک حشره شناس هستی که این داستان را میشنوی، دست از تحلیل این داستان از لحاظ علمی بردار، چون این یک داستان فانتزی است. و بنابراین حشره ادامه داد که من خیلی خوشحالم که مجبور نیستم به اون پارک برگردم. ممکنه در زندگی بعدی به جای دیگه‌ای برم، اما نه، دیگه به اون پارک بر نمیگردم چون خیلی سرد بود. و حشره دیگری جلو آمد و گفت خب میدونی هنگ مگه تو از یک سیاره دیگه اومدی؟ خب منم از همون پارک اومدم. اونجا با شکوه بود. میخوام بهت بگم که اونجا پر از برگ بود روی همه درختها. من داشتم به داستان تو گوش میکردم و تو گفتی که هیچ برگی روی درختها نبود. و هنگ میگوید بله درسته، اونجا سرد و تلخ بود، هیچ برگی نبود. و آن دیگری گفت اما اونجا برای من همه چی عالی بود و بهترین جا برای من بود. من در زندگیم در اون پارک خیلی خوشحال بودم. آن همه سرسبزی و چمنها شگفت‌انگیز بودن. آفتابی بود، بادی در کار نبود. اینجا چه خبره؟ چطور ممکنه تو هم از همون پارک من اومده باشی؟ شاید این برداشت تو بوده. مطمئنا ما حشرات یکسانی هستیم و مثل هم وزوز میکنیم. حشره دیگری جلو آمد و گفت من اصلا نمیدونم شما درباره چی حرف میزنید. شما حتما روی یک سیاره دیگری بودید. تمام مدت زندگی من خیلی گرم و داغ بود. واقعا داغ بود. من واقعا جدی میگم. خیلی خوشحالم که دیگه مجبور نبودم اونجا بمونم. من فکر میکنم اینجا بودن خیلی بهتر از اینی که اون پایین توی پارک باشی. اونجا واقعا گرمای هوا سوزنده بود و رطوبت خیلی کم بود. با چنان گرمای زنده بودن آنجا خیلی سخت بود. و در این حین حشره دیگری گفت
شماها چی دارید میگید؟ منم از سنترال پارک اومدم. من تنها چیزی که دیدم بارون بود. بارون میبارید و میبارید و بارون میبارید. حتی نمیتونستی که از جایی به جای دیگه ای بری، چه برسه به این که از جات پاشی و درباره غذا پیدا کردن حرف بزنی. حتی نمیتونستی پرواز کنی، نمیتونستی هیچ کاری انجام بدی. و سپس همه گفتن عجب، اینجا چه خبره؟ ما که همگی از همون مکان اومدیم. ما نیاز به یک فرزانه داریم، کسی که بتونیم در این بهشت حشرات باهاش حرف بزنیم. چه کسی رو میشناسیم که شاید توضیحی برای ما داشته باشه؟ آیا واقعا ممکنه که ما هر کدوم از این وضعیت برداشت‌های متفاوتی داشته باشیم؟ یکی از آنها گفت ما باید کوینتی را پیدا کنیم. و دیگری گفت کوینتی؟ واو، اصلا اون بابا حرف میزنه؟ کوینتی اینجاست؟ ما شنیدیم که کوینتی میتونه تا ابد زندگی کنه. و حشره دیگر گفت نه، کوینتی هم یه طول عمر مشخصی داره، اما مدت زمان خیلی خیلی طولانی عمر کرده و چیزهای زیادی دیده. میدونی کوینتی شمن ماست. پس آنان همگی رفتن تا کوینتی را ملاقات کنند. در واقع او آنجا بود، ملکه‌ای بزرگ با تمام شکوهش. کوینتی چند سال عمر کردی؟ و او پاسخ داد به اندازه 200 برابر عمر شما عزیزان. آنها گفتند کوینتی، چطوره که ما چنین برداشت‌های متفاوتی از مکانی که روی زمین در اون زندگی می‌کردیم داریم؟ و او خندید و گفت شما نمیدونید که هر کدوم از شما در یکی از چرخه‌های بیشمار موجود در زمین به دنیا اومده، زندگی کرده و مرده. او به آن حشره‌ای که همیشه از سرما در زمین شکایت میکرد نگاه کرد و گفت تو در زمستان به دنیا اومدی. و همینطور رو به تک تک آنها کرد و گفت که هر کدام در چه فصلی به دنیا آمدن: بهار، تابستان، پاییز. او درباره همه این فصلها و این چیزها روی زمین برای آنها حرف زد و گفت چون هر کدوم از شما فقط مدت کمی عمر کردید، پس برداشت هر کدوم از شما از محیط اطرافتون، از بقا و زندگیتون و همه این چیزها فقط بر اساس فصلی که در اون زندگی کردید بوده. و آنها گفتند چقدر جالب، پس همون مکان با تغییرات زیاد و فصلهای زیاد. و او گفت بله. و حالا بیایید لحظه‌ای به خرد کوینتی برگردیم، زیرا او در این داستان کوچک فانتزی، در این بهشت حشرات، حرفهایی برای گفتن به شما دارد. کوینتی می‌خواهد به شما رو کند و بگوید ای انسان عزیز، تو اکنون در یک چرخه هستی. حتی کرایون نام این چرخه را زمستان معنویت گذاشته است. تو هرگز چیزی جز آن انرژی که در آن به دنیا آمده ای را تجربه نکرده ای. انسان ها عموماً در هر زندگی فقط یک چرخه را تجربه می کنند و حالا شما چرخه جدید را آغاز می کنید و چرخه‌ای که در راه است آنچنان با چرخه‌ای که در آن زندگی کرده اید متفاوت است که بسیاری از شما تشخیص نخواهید داد که چه در راه است و حتی خواهید ترسید، زیرا می بینید که چقدر متفاوت است. چرخه‌ای که حتی آب و هوا را هم در بر می‌گیرد. چرخه‌ای که قبلا روی این سیاره روی داده اما شما هرگز آن را ندیده اید. پس شما از آن می‌ترسید، معنایش را نمی‌فهمید. اگر با استفاده از مغزگیری از لایه‌های یخ نگاهی به آنچه قبل از شما چه روی داده بیاندازید، می‌بینید که قرار است چه روی دهد و دلیل آن چیست. اما شما واقعاً چنین خردی ندارید که چنین کاری کنید. تنها کاری که می‌کنید سرزنش خودتان و گفتن من می‌ترسم است. یک چرخه آگاهی در راه است که شما انتظارش را نداشتید. چرخه آگاهی بسیار متفاوت تر از آن چرخه آگاهی است که شما در آن به دنیا آمده اید. بسیاری از شما نخواهید دانست، حتی نحوه کار با آن و استفاده از آن را نخواهید دانست. چرخه بیداری در راه است و شما هرگز به عنوان انسان چنین چیزی را ندیده اید.
و چرخه بیداری به شما دانش و توانایی هایی می دهد که هرگز حتی فکر نمی کردید می توانید چنین توانایی یا دانشی داشته باشید. حتی با اینکه آنان که قبل از شما بودند، کسانی که شما آنان را شمن می نامید، به شما نشان دادند که به عنوان انسان چه کارهایی می توانستید انجام دهید، اما شما آنان را باور نکردید. شما فقط آنان را خاص به شما آوردید و اینک شما هرگز قادر نیستید کاری که آنها کردند انجام دهید. این یک چرخه است. می توان گفت که وارد بهار زیبای زمانه‌ای که برای شما سخت بود، بهار پس از زمستان معنویت، شما به مکانی وارد می شوید که قرار است که مسائل معنوی در آن بسیار نیکخواهانه و راحت باشد. اما آنانی که می ترسند همچنان ترسان خواهند ماند، زیرا آنان به خود اجازه نمی دهند خارج از چهارچوب بودیت فکر کنند. پس اگر من می گویم شما نمی دانید که چه چیزی نمی دانید، دلیلش همین پیام است. پس اگر کوینتی می توانست با شما با تمام شکوهش، با خردی شمنگونه در این داستان فانتزی سخن بگوید، پندی که او به شما داد این بود: از آنچه نمیدانید و نمیشناسید نترسید، زیرا برای تو ای انسان عزیز، آنچه بعداً روی می‌دهد می‌تواند به تو نشان دهد که چقدر آن کسی که واقعاً هستی با شکوه است. این پیام از جانب کوینتی بود و این پایان داستان کوچک ما بود، اما این شروع یک خرد عظیم و عالی است. ما قصد داریم خیلی زود شفا را انجام دهیم، یک مدیتیشن شفا، چند دقیقه دیگر خیلی زود. و هنگامی که این کار را انجام دادیم، از شما می‌خواهم که این را به یاد داشته باشید: شما آنچه را نمی‌دانید نمی‌دانید. واقعاً چیزهایی برای شما در راهند، البته اگر شما پذیرای آن باشید. و این چنین است.